بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنتابع درسنا من بناء الأفعال. إنك ما درس های خود را دوام میدهیم از کتاب صرف به نام بناء الافعال، یعنی که ساختی فعل ها. ما همراه یعنی گفتیم در اول که مصنف گفت یعلم ان ابواب التصریف 35 بابا، بدان که باب های صرف از 35 تا باب عبارتن 6 منها للثلاثی المجرد، 6 تا از آنها یعنی از همین 35 باب 6 تا برای ثلاثی مجرد می باشد. ثلاثی آن فعل را میگویند که 3 تا حرفی اصلی دارد. المجرد گفته آن فعل را میگویند که در برابر همان 3 حرفی اصلیش چه دیگه یگان حرفای زیادتی ندارد، برای همین اینه الثلاثی المجرد میگویند. و در این داخل می شود چند تا 6 تا باب گفتیم داخل می شود. همه اینها را ما و شما گذاشتیم که فعل یفعلو باب یکم، فعل یفعلو باب دوم، فعل یفعلو باب سوم بود، فعل یفعلو باب چهارم، فعل یفعلو باب پنجم و فعل یفعلو باب چندم ششم بود. نه در دوام صاحب متن می فرماید که و12 بابا منها لما زاد على الثلاثي وهو 3 أنواع. النوع الأول هو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي وهو 3 أبواب. الباب الأول أفعل يفعل إفعالا، موزونه أكرم يكرم إكراما، وعلامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف بزيادة الهمزة في أوله وبناؤه للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو أكرم زيد عمرا، ومثال اللازم نحو أصبح الرجل. نعم، يعني میفرماید و12 بابا، یعنی مصنف میفرماید که با بعد از 6 باب ثلاثی مجرد با 12 باب دیگه هست که فهمیدید از همین 35 باب با 12 باب دیگر هست که میگوید لما زاد علی الثلاثی، آن باب است که در برابر ثلاثی یعنی 3 حرف اصلی زاده با یگون حرف زیادتی میبید که و یا حرف اصلی نیستند. یعنی در اصل 3 تا حرف هست و حرفای اصلی ما میشناسیم همون حرفایی که در مقابل فا و عین و لام میباشند. از فا و عین و لام بیرونش اینها را حرفای زیادتی میگویند. خب فهمیدم میگوید که 12 باب دیگر است از همون 35 باب، آن بابی که علاوه بر 3 حرف اصلی و هو 3 انواع. همین 12 باب با در نوبت خود به چند قسم؟ به 3 قسم، به 3 نوع تقسیم می شود میگوید. نه خب به 3 قسم تقسیم می شود. نوع یکم هو ما زید فيه حرف واحد على الثلاثي، یعنی نوع یکم از قسم یکمی 12 باب، یعنی گفتیم که 12 باب 3 تقسیم می شود. فهمیدید؟ 3 تقسیم می شود و قسم یکمش آن چیزی بوده است که در وی 1 تا حرف در برابر 3 حرفی اصلی علاوه می شود و هو 3 ابواب. تحت ایننده 3 تا باب داخل می شود. فهمیدید؟ 3 باب داخل می شود که ما می بینیم 3 حرف آن اصلی است و در برابر 3 تا حرف اصلیش 1 تا حرف زیادتی است. الباب الاول باب یکم، یعنی از 3 باب یکم باب همین بود است که افعل یفعل افعالا، هم وزن این اکرم یکرم اکراما می شود و علامت این باب از چه عبارت است؟ اکنون اگر از رقم های ترتیبی را گیرید، رقم های اگر گوید از 35 باب این چندم باب است گفته مانند باب افعل باب هفتم می شده است. فهمیده؟ از یاد نبرارید. یعنی که
6 تا باب خوندیم، هفتمش این می شود. لیکن اینها رو با جدا کرده شده است. فهمیدید؟ گفت که 12 باب ثلاثی مزید میگوین، اینا نامشون ثلاثی مزید میگوین. فهمیدید؟ همین ثلاثی مزید 3 خیل می شود. یکم خیلشنده 1 تا حرف علاوه می شود، در دویمش 2 تا، در سومش 3 تا. هر کدومش باب دارد. همونی که 1 تا حرف زیادی دارد در برابر 3 حرفای اصلیش 3 تا باب در این داخل می شده است. باب یکم افعل یفعل و یفعلن هم وزن این اکرم یکرم و اکراما می باشد. و علامت این آن است که ان یکون ماضیه علی 4 احرف، یعنی اگر شما به فعل ماضی این باب نظر کنید میبینید که فعل ماضیش از 4 حرف عبارت بوده است. بی زیادت الهمزه فی اوله، یعنی 1 تا همزه در سرش علاوه شده است، همزه زیادی آمده است. فهمیدید؟ اکرم از کرم گرفته شده است. افعل فاعل لام. و بناؤه للتعدیه غالبا، ساخت این باب برای چیست؟ یعنی برای چی این فعل ها را در این باب داخل می‌گردند؟ غالبا برای متعدی کردن، برای مفعول طلب کردن. و قد یکون لازما، بعضا می شود فعلی که در همین باب آمده است لازم هست، یعنی مفعول طلب نیست. مثال المتعدی، مثال برای فعلی که مفعول طلب است، نحو اکرم زید عمرا. اکرم فعل میشد و زید فاعل است و عمرا مفعول به. از این مفعول به فهمیدید که اکرم فعلی چی بود است؟ فعلی متعدی بود است، مفعول طلب. فعل متعدی را ما گذاشتیم. فعل متعدی آن است که تأثیر رو از فاعل به مفعول به میگذارد، یعنی محتاج به مفعول به میشود تا معناش تمام پر شود. و مثال لازم، خب مثال فعل لازم، فعل لازمی که در همین باب آمده است که محتاج به مفعول نیست. مثلا نحو اصبح الرجل، یعنی مرد سحر کرد. سحر کرد یعنی که سحر خیست، پگاهی خیست، پگاهی کرد. اصبح فعل، الرجل فاعل شده ایستاده است، محتاج به مفعول به نیست. طریق صرفش مانند همون صرفایی که کردیم، مثلا اکرم اکرم اکرمو، اکرمت اکرمتا اکرمنا، اکرمت اکرمتما اکرمتم، اکرمتی اکرمتما اکرمتن، اکرمتو اکرمنا، یکرم یکرمان یکرمون، تکرم تکرمان یکرمنا، تکرم تکرمان تکرمین، تکرمین تکرمان تکرمنا، اکرمو نکرمو. فهم اصبح مانند همون صرف می شود. به همین یعنی که کفایت میکنیم. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.